بعد نشر ویدیوی جنجال دو تاجر تاجک در بازار سمر که در آن نظر تفسیرالدین تختمیشوف یک طرف آن ماجرا ثبت شده بود، معراج قادروف طرف دیگر این ماجرا نیز به اداره پایگاه خبری بامداد در تماس شده و گفت اصل حادثه نه به گونه‌ای است که تفسیرالدین تصویر میکند. به گفته معراج قادروف، تفسیرالدین تختمیشوف پیش از آنکه مستقلانه تجارت خود را براماند 2 سال در مغازه او به حیث فروشنده کار میکرد. او نسخه های 2 زبانخط در ورقهای دفتر و بلکنوت نوشته تفسیرالدین تختمیشوف را و یک ویدیوی رزبارشان با او را در حضور پسر عمکش در اختیار بامداد گذاشت. در یکی از این زبانخطها از 23 ایول سال 2018 تختمیشوف وعده میدهد که 55,000 روبل را تا 25 سپتامبر سال 2018 آورده میدهد. در زبانخط دیگر که یگان تاریخ و روز ندارد او می نویسد که 550,000 روبل قرضدار است و من اومده کار کرده میتیم. تفسیرالدین تختمیشوف یک صاحبکار تاجک که در یک بازار شهر سمر دکان فروش میوه و سبزیجات و خوشمیوه دارد، اخیراً با نشر 2 ویدیو خبر داد که روز 19 اکتبر یک صاحبکار دیگر هموطنش قادروف معراج که دکانهایشان در بازار سمر در پهلوی یکدیگر جایگیر شدند به مغازه او آمده طلب کردند که مغازه‌اش را ببندد و به سودای آنها خلل نرساند. تفسیرالدین تختمیشوف میگوید من رد کردم و آنها به من حمله آورده مرا لطوکوب کردند و بارهای مغازه مرا به زمین چپه کردند. در همین وقت پدرم به مغازه وارد شدند و خواستند که مرا از چنگال آنها خلاص کنند، ولی آنها پدر مرا هم چنان سخت لطوکوب کردند که حالا در بیمارستان مرکزی شهر سمر بستری‌اند. متاسفانه چنین حالت‌های رقابت‌های ناسالم بین تاجران تاجک در بازارهای روسیه بخصوص وقتی که آنها مال‌های یک خیله را سودا می‌کنند خیلی زیاد است.